سلام. امروز میخوام یکی از چالش‌های خودم رو باهاتون در میون بذارم که اون هم تردید به خودم توی این کارآفرینی هستش که انجام میدم. خیلی طبیعیه که همه ما توی کاری که انجام میدیم دچار تردید بشیم به خودمون، به کارمون، ولی اینکه چطور به اون تردیدها غلبه میکنیم چیزی هستش که شاید از خود تردیدها مهمتر باشه. من سعی میکنم هر وقت دچار تردید شدم روی اهداف اصلی خودم تمرکز کنم. اون هدفی که به خاطرش این کار رو شروع کردم کمک به مردم بوده و درآمد بیشتر. این یادآوری باعث میشه که انگیزه خودم رو برگردونم و به جای تمرکز روی اون ترس و تردیدی که به من غلبه کرده به فرصت‌های خیلی عالی که پیش روم هست فکر کنم و در واقع روی اونها تمرکز کنم. یکی دیگه از کارهایی که بهم کمک میکنه اینه که اهدافمو به هدفهای خیلی کوچیک‌تر تقسیم میکنم و گام‌های کوچیک کوچیک برمی‌دارم. این کار باعث میشه که هر پیشرفت کوچیکی که دارم ازش انگیزه بگیرم و به جای اینکه روی اون هدف بزرگ و یه ذره ترسناک تمرکز کنم، روی هدفهای کوچیکم تمرکز کنم که نتیجهش اون هدف بزرگ است که در نهایت منو به اون میرسونه. یه چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که اشتباهات ما در واقع یه بخش خیلی طبیعی از مسیر رشد و یادگیری هستن. اینکه بیشتر به خودم اینو یادآوری کنم باعث میشه که کمتر دچار تردید بشم و بیشتر روی بهبود خودم و این مسیر تمرکز کنم دیگه. یکی دیگه از چیزایی که واقعا میتونه کمک کنه داشتن همکارهایی که اونها هم با شما دارن تمام این تردیدها رو در واقع تجربه میکنن و اینکه شما توی محیط مثبتی هستید که همتون با هم دیگه به هم کمک میکنید، به هم انگیزه میدید و در واقع برای موفقیت رسیدن همدیگه تلاش میکنید. در واقع داشتن این حامی ها و دوستان کارآفرین که چالش های مشابه با من دارن باعث میشه که بتونم بیشتر انگیزه خودم رو حفظ کنم و فکر نکنم که تنهام. هر وقت این حس تردید میاد سراغم سعی میکنم روی نقاط قوت خودم تمرکز کنم، روی پیشرفتایی که قبلا داشتم، موفقیت های قبلیم. خیلی بهم کمک میکنه تا بتونم سریعتر از اون فاز تردید بیرون بیام. تمرینای مدیریت استرس مثل مدیتیشن و تمرینای تنفس هم واقعا میتونن توی اون زمان تردید کاربردی باشن. این تمرینا بهم کمک میکنن تا ذهنیت مثبت‌تری داشته باشم و با انرژی و اعتماد به نفس بیشتری به این مسیر ادامه بدم.